بعضی وقتا واقعا حوصله انجام دادن کاری یا به چالش کشیدن خودمون رو نداریم و بعدش به خودمون قول میدیم که فردا یا از شنبه شروع میکنیم به انجام دادنش، ولی خب بازم هیچی به هیچی. چرا انقدر راحت تسلیم میشیم؟ نه اینکه نتونیم، حقیقت اینه که تنبلیم. ما اینجوریم که چیزایی که میخوایم رو باید خیلی سریع و خفن به دست بیاریم، ولی در عوضش تغییر برامون سخته. عادتهای قدیمی و بد داریم که خیلی زود خسته و بی‌حوصله‌مون میکنه و در نهایت دست از کار میکشیم. هر چقدرم که اون کار مهم باشه، ولی ترجیح میدیم که به خاطر تنبلی به تعویق بندازیمش. حالا اگه بهت بگم میتونی این رو با 1 دقیقه صبر کردن حل کنی چی؟ کاملا واضحه. رسیدن به اهدافی که میخوایم کار ساده‌ای نیست، مخصوصا وقتی سعی کردی و نتیجهش اون چیزی که میخواستی نشده. این قطعاً حس تنبلی رو توت قوی‌تر میکنه. امروز میخوام یه روش ژاپنی به نام کایزن رو باهات به اشتراک بذارم، یا همون روش 1 دقیقه‌ای. کایزن از 2 کلمه کای به معنی تغییر و زن به معنی حکمت تشکیل شده و مفهومش میتونه این باشه که ما نباید زندگیمون رو یهویی تغییر بدیم، بلکه باید آهسته و با حکمت پیش بریم. تغییر ناگهانی معمولا نتیجه نمیده. از نظر کایزن فقط کافیه هر روز 1 دقیقه وقت بذاری تا به هدفت برسی. هر روز سر یه ساعت مشخص، فقط 1 دقیقه، نه بیشتر نه کمتر، و البته همیشه این کار رو انجام بدی. میدونم ساده به نظر میاد انجام دادن یه کار که فقط 1 دقیقه طول بکشه، در حالی که معمولا کارهایی که انجام میدیم نیم ساعت یا حتی 1 ساعت و بیشتر طول میکشه. شاید بگی این مسخره است. فکر میکنی که چطوری میتونه این روش موثر باشه؟ خیلی‌ها میگن وقتی هدف بزرگی داری باید به همون اندازه بلند پرواز باشی، ولی اشتباهه. اتفاقا وقتی هدفت بزرگ باشه ممکنه خیلی زود خسته بشی و دست از تلاش بکشی. کاری که باید انجام بدی اینه که اون کار بزرگ رو به یه کار کوچیک‌تر و آسان‌تر تبدیل کنی و هر روز فقط 1 دقیقه براش وقت بذاری. این روش باعث میشه که مغزت به انجام دادن این کار علاقه‌مند بشه، چون حس آسون بودن بهت میده. بزرگترین نکته کایزن اینه که به پیروزی‌های کوچیکت افتخار کنی. ما نیاز داریم که حس پیروزی رو تجربه کنیم، حتی از طریق این پیروزی‌های کوچیک. این حس پیروزی مغزمون رو تحریک میکنه و باعث میشه که هر روز این کار رو انجام بدیم. حالا تو اگه حس تنبلی میکنی، باید فکر کنی که برای رسیدن به اهدافت باید از چه چیزای آسونی شروع کنی. با اختصاص دادن فقط 1 دقیقه در روز اون کار رو به صورت مداوم انجام بدی. ازت میخوام که این روش کایزن رو به مدت 1 هفته تو زندگی روزمرت اعمال کنی و خودت درک بکنی که این روش جواب میده یا نه.